مهلت معین برقرار کرد. یعنی اجل معنوش در لغت مهلت برقرار میکردگیش فقط الله هست که چند قدر عمر میبینه، از سال و ماه و هفته و روز و دقیقه و ثانیه، این معین میکردگیش فقط الله هست. یگان فرشته و یگان پیامبر و یگان کسی دیگر به این دخالت ندارد. الله ذوالجلال بیان میکند که فاذا جاء اجلهم، همون مهلتی که الله ذوالجلال برقرار کرد، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک نفس کشیدن، یک دقیقه گفته نمیشه که یک کس پیش از مرگش مرد، یا گفته نمیشه، تصور کرده نمیشه که یک نفر یک دقیقه از عمری که الله برقرارش کرد درازتر عمر دید. این خیلی تصور کرده نمیشه، چون که الله ذوالجلال حکمش برآورد فاذا جاء اجلهم، اون مهلتی برقرار کرده الله که به اتمام رسید، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خیلی که در یک مخلوق چی هست که ما و شما در یک تلفن یک بودیلنیک میمونیم، یک وقت معین میمونیم، همون وقت معین که اومد رسید در همون تلفن یا که ساعت باشه آگاه میکنه، خبر میده. انا همین عمر ما و شما را برقرار میکردگیش فقط الله هست. عمر دیگر چی هست؟ زیادش کرده نمیشه، کم کرده نمیشه. در بعضی حدیث ها هست که سیله رحم یعمرن دیار و یزددن فی العمر، عمر زیاد میکنه و مثلا دیار آباد میکنه. اصلا در آیه های قرآنی الله ذوالجلال چی هست که بیان میکنه که عمر یگون امکانیتی نداره کسی زیادش کنه و یا کمش کنه. عمر دراز شدن در حدیث معناش همون است که عمر با برکت میگذره. مثلا اگر 70 سال عمر میدیدگی باشه، زیاد شدن عمر به خاطر هست که همون عمر به طاعت، عبادت، عمل صالح میگذره تا 70. عمر بی برکت همین است، کوتاه همین است که مثلا در 50 سالگیش یک صدمه میشه یا عور میکنه و 20 سال دیگه مثلا میونش میشنه و در جاگه خوب میمونه. این عمری بی برکت است. این فرقش این است. فرق این است که عمرش 70 باشه و 10 سال دیگه کشه و 20 سال دیگه کشه، این امکانیت نداره. برای که خدا مهلت معین میکنه، برقرار میکنه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. او دراز شدن به این معنا است. آیه دیگری که خوندیم الله ذوالجلال بیان میکند مرگی که خداوند میگه ما خلق کردیم، تفرون منه، شما از این گریزان هستیم، و اینه ملاقیکم، او رو برای شما پیدا خواهد شد. همچنان که قصه شهاد داملو بیان کرده که یک کس باید در هندوستان باید ادرال جانش میگرفتن، در این جدیدش از ترس گفت که دعا کن که شبود مرا اوجا برد، در اونجا جان شکر کشم مرد. یعنی این چی است؟ از مرگ همه میگریزد. الله ذوالجلال بیان کرده ان الموت الذی تفرون منه، مرگی که ما خلق کردیم شما از او گریزان هستین. از او گریزان بودن به خاطر که یک بلندی احتیاط میکنیم که نغلطیم که هلاک میشیم. یک کس داشتیم حتما 10 تا 20 تا دکتر و دارو جمع میکنیم که هلاک نشیم. از اینجا قناعت نکرده دیگر جا میریم به خاطر که هلاک نشیم. غوث میکشیم در زمستون که گرم شیم خونه که هلاکمون نکنه. همه وقت انسان حرکت میکنه، جسمش نگه میداره. همین گریختن از مرگ است. موت الذی تفرون منه. لیکن الله ذوالجلال چی است که همون آیه پیشینه که وقتی که حالتی که خدا با قرارش کرد و معینش کرد دیگر فانه ملاقیکم، رو برو پیدا میشه و جان به حق فصل میکنه، دیگر راهی نداره. عدد بزرگوار میگفت که سرشت آدمی چون هست از خاک، رجوعش باز شد در خاک نمناک. سرشت همه آدمی، خلقت آدم از خاک است. منها خلقناکم، خداوند میگه از همین خاک شما را خلق کردیم. که پیشتر عقیده های هم تری سفسطه بود و داروین دیگر بیچاره از گمراهی و بیسوادی در به همین میمون که شبیه داره آدم گفتن از میمون شیده دیگر دیری نکه 20 عصر گذشت یکم میمون آدم نمیشود. یک گپی به عقلانه بود که امروز از این گفتهاشون پشیمانن منکرن. یعنی امروز هم از سر چکار کرده است، تصدیق کردن با سرخم کردن با قرآن که هر چقدر در همون سیستم دوری مندلی و هر چقدر الیمنتی که در همون هسته در خاک هسته همش در وجود یادم است. در وجود یادم آهنه، در وجود یادم گچه، در وجود یادم زهره، در وجود یادم بوده، همه چی در وجود، هر چیزی که در زمین هست در وجود یادم هست.
همون را بیان میکند که سیریشت آدمی چون هست از خاک، رجوعش باز شد در خاک نمناک. امیران و وزیران کچکلاهان، هر یک نفری که امیر بود و وزیر بود و ندیم بود و کچکلا بود، همه سر در نقاب خاک کردن، لباسی زندگانی چاک کردن. تو هم ای جان شیرین همچنانی، و این عمری قلیل تا کی بمانی. و جز از مرگ سودای دیگر نیست، و جز از مرگ مأوای دیگر نیست. بیا بگذر از این دنیا پرستی، بشو خاک زمین گر عاقل هستی. نمیماند ملک اینجا نه انسان، نه بلبل ماند و نه باغ و بستان. همه سرگشته و نادیم به خاکن، جوانان و عروسان سینه چاک. البته که همه ما و شما میدانیم که نه در آمدن اختیار داریم، نه در رفتن اختیار داریم. هیچ کس به اختیار خود پرسش میکند. یک و یک فرزندی مرا جون فرزندش گرفتی، ثمره قلبش گرفتی، یکی یکی پرسیدن میگیرند. فقط در همه حالت ما و شما باید چی باشیم؟ فرشته در جواب الله ذوالجلال چی گفت؟ حمیدک و استرجعک، یا الله بنده ای تو فقط الحمدلله میگفت، استرجاع میگفت. استرجاع انا لله و انا الیه راجعون. الله ذوالجلال بیان میکنه که وقتی که مصیبت به سرتون آمد میره بگین انا لله و انا الیه راجعون. ما همه خلق کرده الله هستیم، بازگشت ما هم فقط به سوی الله هست، دیگر راه نداریم. و البته که پدر و مادر از دنیا گذشتن، او مصفیده پیشتر میگفتن پدر و مادر از دنیا گذشتن میراثی است، لیکن فرزند مردن تیغ الموسی است، میگفتن تیر الموسی است. پدر و مادر همه گذشته میشه. الحال خود ما که پدر و مادریم، ما شما هم چی است در نوبت ایستادگی. دیگرها که اومدن گرفتن باید ما و شما جور خالی کنیم، با نوبت به دیگرها بسپاریم. این دنیا با همین طریقه هست. رفتند و رویم و باز آینده روند. هر چی قدر بدن رفتن، هر چی قدر هستی میرویم، هر چی قدر که میآیند اونا هم میروند. دیگر راهی نیست. الله ذوالجلال همین طریق این چی است؟ نظام گذاشتگی است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از 7 فرزند 6 فرزند در حیات خودش گذاشتند، غیر از فاطمه زهرا که حضرت فاطمه را همه قدر دوست می داشت. میگو الفاطمه تو بضعة منی، فاطمه یک پاره من است، یک پاره من است. میگو پیامبر صلی الله علیه و سلم قدر دوستش می داشت. 6 فرزند دیگر در حیاتش گذاشتند. حضرت ابراهیم که 18 ماهه بودن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که پیامبر بسیار محبت داشت و دوستش می داشت، 18 ماهه فرزند در آغوش رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابراهیم یک عرق کرد، در آغوش پیامبر هم تنگیش دارد، جان داد در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ابراهیم جان به حق تسلیم کرد از دنیا گذشت، الله تعالی عنه صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کردن که آوای چشم پیامبر جلوش یا رسول الله، یا رسول الله انت، ای پیامبر خدا، ای پیامبر خدا، خودت گریه کردی است؟ گریه کردن من کرده بودی در مصیبت ها؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرده که نه، گریه کردن من نکردم. اشاره به سوی زبان کردن، سخنهای بیهوده را من کردم. گریه کردن، آبی چشم ریزاندن، دل انسان برای قطع میآید گریه میکنه، این رحمت پروردگار است. اما منع کرده پیامبر همون بود که در جاهلیت سر و صدا میکردن، گریبانشون رو میدراندن، روحشون سیاه میکردن، موی سرشون رو میکندن و همین ناخوناشون روحشون خراشیدن همیتن. این فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است، حرام حکم کرده است. نوحه نوحگره. حتی که در دیگر حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که ان المیت یعذب فی القبر بما نح علیه، مرده را در قبر عذاب کرده میشه به سبب گریه زنده ها. هر یکی دخترش و پسرش یا که مثلا همسرش داد میگه گریه میکنه و هر خیلی گپا را گفته میگه به سبب گریه اینها مرده را در قبر عذاب کرده میشه. بسیاری از مصیبت های در مردم ما و شما هست که در همه حالت مصیبت دیگه عقلش کم میشود که سخنها میگه که او سخنها باعث شرک کفر میشود. تو برای چی مردی؟ میگه او با اختیار خود شده، تو برای چی مردی؟
ستون میخونه میگه تو از دنیا رفتی، این کودکای تو را کی نگاه میکنه؟ نعوذ بالله. دیگه قطعا کافر بشود. او فرزنده او را خودش آورده است، از یگان زواد فابریکه او را حاصلش کرده است. او بنده کی هستند؟ او را کی خلق کرده است؟ رازق صفت کی هست؟ تو از دنیا رفتی او را کی نگاه میکنه؟ و بعضی ای نامرد، این گپای شرک کفرم برادرها. آخه مردی و نامردی وقتی که مصیبت که آمد، اسلام و قرآن برای ما و شما تعلیم میده که هر وقتی که مصیبت آمد فقط در زبان ما چی باشه؟ انا لله و انا الیه راجعون. هر وقتی که مصیبت آمد، هر مصیبتی که باشه، مصیبت فقط همین مرده نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه عایشه صدیقه طاهره مادرم بودن، ناگهان چراغ شمع خاموش شد. پیامبر گفت انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه مادرم گفت که اینا در مصیبت و مردم میگن در این شمع خاموش نمیشه، همین مصیبته. اما هم چراغ هم که اگر که نباشم تاریکش نشید، پیش تنه میبینی، امرا تنه میبینی، همین خودش مصیبته. یا یک مثلا که پا در یک چیز میزنه یا یک چیز میشکنه، هر ناراحتی و مصیبتی که اومد باید بنده مسلمان چی بگه؟ انا لله و انا الیه راجعون. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از گذشتن فرزندشون ابراهیم همین قدر سخن گفتن که دل مرا غمناک کردی، چشم مرا پر آب کردی و رفتنت ای ابراهیم. همین قدر گفت. چشم پر آب کرده، دل مرا غمناک کردی و رفتنت ای ابراهیم. 18 ماه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای فرزندش بسیار گریه کرد. و 6 فرزند هم در حیاتش گذاشتن غیر فاطمه، که 6 ماه بعد حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم از جهان گذشتن. اکنون این یک امتحان پروردگار است. خداوند جل جلاله امتحان بدنش بیان میکند. استعذ بالله ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خداوند میگه ولنبلونکم ولینمتحننکم، امتحان میکنیم شما را به چیز از خوف. گویا خوف به سر آدم میآید، این به سر مردم هزاران با خوف اومدگی است. در همین خوف اومدن هم الله ذوالجلال بندش امتحان میکنه. در حالت صحتی و آرامی و تنجی طاعت و عبادت میکنیم، نماز میخونیم، قرآن میخونیم، دعا میکنیم، خداوند خوف به سر اون میاره که مسلمانیت قطعی کو هستی یا نه. وقتی خوف اومد یکی دیگرگون میشه. ولی هم یک شمول شو یک خوف بیان میبینیم مسلمانو دارن دیگر شدن، دیگر راه، دیگر طرف انتخاب کردیسن. این امتحان پروردگار است میگذره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. گاه به سرتون خداوند میگه گرسنگی را میارم، قحط سالی میشود، نان نیست، گندم نیست. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میگه که الجوع هو صوم رمضان. همین گرسنگی میگه ماه شریف رمضانه. با رمضان خدا امتحان من میکنه که همین از سحر تا بگه خدا گرسنه میمونی یا نی. 11 ماه شکم با پر میکنی، خداوند میگه 1 ماه خدا گرسنه بمون. همین امتحان خدا است. لیکن همین امتحان خدا را بگو که همین 10-20 روز پیش همین رمضان بعد یکی در امید ملا تلفن سر میشه، جلوت کن در میکنه، تبابت کردیسم روزه گرم، همین فقط فتوا میکنه، جان میکنه که بعد هم ملا بگه که خیر بخور روزه تایی اجازت داری بخور. یک جون کن. همین امتحان خدا از 11 ماه خوردی، همین 1 ماه به خاطر خدا روزه نداری، چی مسلمانی داری؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والاموال. کم شدن اموال گاه میشه انسان مالدار از بیمال میشه. یا که حضرت شافعی میگه رحمت الله علیه که نقص من الاموال هو زکات المفروضه. همین نقص از اموال میگه زکات فرض گردانده شده. خداوند زکات فرض گردانده است. که میبینیم که همه زکاتشون نمیده. بسیاری از انسان از نه عشر میتن نه زکات میتن، همین تا گشته ایست. در چی است؟ در مال دودگی خداوند بخل میکنه. خداوند همون عشر زمینه که وقتی که چی از آفتاب از خداه، ماهتاب از خداه، شمال از خداه، زمین از خداه، آب از خداه، خوب نشأ نما میکردگیش به حکم خداه. چی کرده؟ پس الله ذوالجلال حکم میکنه که از 10 حصه 1 حصه اون رو برات به فقیر و مسکین بدید. همین حالت در چه من قدر محنت کردم میگم. من این قدر محنت کردم. او محنت کرده، آفتاب هسته، زمین هسته، آب هسته، هوا هسته. من این قدر محنت کردم میگم.
اکو آدم نادونیه یا زکاتی مولا نمیته همین قدر جمع کردگی را خداوند همون عقل و فراست و زیرکی را خدا به تو دادگی است که را مولا به تو عطا کرده است اگر نمیکردند دیگرو چی است؟ انمی ها همش چی هستند؟ زکات هم روزه هم همش امتحان پروردگار است بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس انفس کی پدرمون یا مادرمون از دنیا گذشته میشه برادرمون از دنیا گذشته انفس و ثمرات گاه همیشه باغها نیست میشن یا کسل پیدا میشه نیست میشه ثمرات بعضی از مفسرها گفتن که ثمر گفتن میوه گفتن میوه دل انسان فرزند میگه که وقتی که پدر و مادرمون گذشته شید میراثی خواهم نخواهم پدر و مادر هم میگذارن نه که وقتی که در حالتی پدر و مادر حیات باشه و فرزند بگذاره این بسیار مصیبتی مشکل است خداوند و هیچ مسلمانشون نه بسیار مصیبتی مشکل است که گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ما 18 ماه کودک با بود چشمش جوری شد پس ثمرات انا در همین قدر امتحانات پروردگار جل جلاله و چی میگن و بشیر صابرین بشارت بده مژده بده صبر کننده ها را اذا اصابتهم مصیبه وقتی که مصیبت به سری بنده ما که اومد بشارتشون بده او بنده های ما چی است در مصیبت اومدن چی گفتن و بشیر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون او بنده های حقیقی ما چی میگن او همه خلق کرده پروردگار است بازداشت ما فقط رسید پروردگار است از بالای زمین خدا از تحت آسمان خدا ما هیچ کجا رفتن نمیتونیم الله عزوجلال این طفلکی گذشتگی را از برادر عزیزمون محمد جان خداوند اجر و پاداش عطا کنه با در